درود عرض میکنیم دوستان ارجمند، در یک روز خوبی وطن باز هم ما مهمان خاندان شماییم و شما میزبان خوبی ما. در مهمانی برنامه امروزه فضا حضور دارند هنرمندان بخش فرهنگی ناحیه رشت که ما قبلا این هنرمندان را به استودیو دعوت کرده بودیم. اطراف فعالیت این بخش، اطراف فعالیت هنریشون صحبت داشتیم و باز هم اینجا دوباره آنها را دعوت کردیم که از پهلوهای دیگری فعالیت آنها در برنامه فضا صحبت کنیم و در استودیو ما حالا حضور دارند گروه نوازندگان از بخش فرهنگی ناحیه رشت و همچنین زمرد لایق و رهبر بخش فرهنگی ناحیه رشت و مقیم جان نادیرزاده، یک نفر هنرمند جوان که در بخش فرهنگی ناحیه رشت فعالیت میکند. حضور شما را خیر مقدم میگویم به برنامه فضا و باور دارم که با حضور شما، با ترانه هایی که امروز به برنامه ما پیشنهاد میکنید، برنامه ما رنگین تر خواهد بود. معلم شما تا جایی که میدونم در برابر آنه که یک مسئولیت خیلی بزرگ را بر عهده دارید، همیشه در تکاپو هستید، همیشه کارهای ایجادی را انجام میدید، همیشه برای فراغت مردم کوشش میکنید، همچنین به ایجاد شعر نیز مشغول هستید. خب بیاید از این پهلوی هنر شما ما صحبت کنیم که مثلا اصلا کدام موضوعی هستند که شما را به تحریک میارند، شما در آن موضوعها شعر میگویید. تشکر زیاد، سلامت باشید و باعث افتخار و سرافرازی هم است که امروز در برنامه فضا که واقعا هم یکی از برنامه‌های جالب و دیدنی برنامه تلویزیونی سفینه می باشد اشتراک دارم و کلی تماشابینان عزیز سلام خود را می رسانم. راستی جاده شعر پرپیچ و تاب است و پستی و بلندی خود را دارد و اگرچند که از آوان مکتب خانی به ایجاد کردن شعر مشغول هستم، ولی تا هنوزم خود را در این جاده اونقدر کامل نمی حسابم، زیرا این پیراه خیلی پیراه دشوار است و برای آن که یک مصرع روی سفینه سفید باز آید، شاعر باید درد خیلی زیاد کشد که تا تواند که مصرع را بر مصرع ضم نماید و بیشتر موضوعهای اشعار من موضوع گوناگون را در بر میگیرند و بیشک به موضوع وطن دوستی شوقی بی اندازه دارم و میخواهم که بابت زیبایی های دیار عزیزم را در رشته نظم کشیده باشیم، زیرا رسالت هر یک ایجادکار است که دوست داشتن وطن را، زیبایی وطن را و عشق به وطن را به رشته نظم کشد و نسل امروزه را در این جاده تربیت تا اینکه نسل امروزه در این جاده تربیت نماییم، زیرا که تاجیکستان کشور بیشتاسای ما، وطن بیشتاسای ما برای هر یک فرد تاجیک عزیز و مقدس است. اما مشتاق هستم که شما شعرهای خود را برای ما پیشنهاد کنید، شعرهای خود را قرائت نمایید و ما گوش دهیم. تشکر زیاد. شعری دارم با نام تاجیکستان. تاجیکستان خانه آباد من، تاجیکستان کشور آزاد من، تاجیکستان کعبه امید دل، تاجیکستان جلوه ایجاد من، تاجیکستان تاجیکستان منی، تاجیکستان مادر جان منی، تاجیکستان چشمه های دلپسند، مردمانت با سخا و سربلند، می پرستم هر کف خاکت بجان، تاجیکستانم نبینی تو گزند، تاجیکستان تاجیکستان منی، تاجیکستان مادر جان منی، تاجیکستان شهرتت بالا شود، وحدت ما وحدت فردا شود، در فضای بی‌غبارت ای وطن، خنده طفلان تو دنیا شود، تاجیکستان تاجیکستان منی، هستی من مادر من میهنی. تشکر زیاد، خسته نباشید. باز میخواهید اون چکیده دیگرتون را پیشنهاد کنید؟ یک شعر دیگر دارم، چون امروز همگان در دایره تجلیل جشن مقدس و مبارک ملتمان 30 سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان قرار داریم و یک شعر به همین مضمون نوشتم درباره استقلالیت، میخواهم که به منظوری بینندگان گردانم. تاجیکستان مبارک جشن استقلال تو، پرفشانی دارد امروز سایه اقبال تو، پرچم صلح و امانی دیده بالای سرت، از تبسم گل کند رخساره اطفال تو، دیده هر دم یک نمای کشور افسانه ها، دل بزب قاید زیبای نکهت گلزار تو، سربلندی را بیاموزم ز کوه سربلند،
سرفرو آرم به پیش مردمی با آری تو. تاجیکستان ای امیدی ملتی آری نژاد، از خدا دارم تمنا بخت به همتای تو. تاجیکستان ای وطن ای قبله امیدی من، جاویدانی باد صلح و وحدتی والای تو. تشکر زیاد. زنده باشید که از عشق وطن میگوید. و دوستان عزیز اینجا باز یک نفر جوانی که در بخش فرهنگ ناحیه رشت فعالیت میکند ختم کرده کنسرواتوار ملی تاجیکستان مقیم جان حضور دارند که در رشته آوازخوانی فعالیت میکنند، ترانه میآفرند و شما را خوش آمدید میگیم. خب شما کدام سال کنسرواتوار ختم کرده؟ من سال 2008 کنسرواتوار ملی جمهوری تاجیکستان رو داخل شده و سال 2012 ختم نمود. در کدام بخش؟ بخش آوازخوانی عنعنوی شعبه فلک. از کدام سال بر شعبه فرهنگ فعالیت میکنید؟ از سال 2015 من در بخش فرهنگ مخوان جایگاه در ناحیه رشت کار و فعالیت میکنم. خب از عهده نواختن کدام ساز میبره؟ تبلک، دوریا، دوتار. از ترانه هایتان گوید، من چگونه ترانه ها ایجاد میکنید در آفریدن آهنگ ها؟ کی به شما کمک میکنه؟ استاد اولین من این پدری من بود، قربان علی نادیروف. من یک سرود آماده کردم، تاجیکستان، شعر دلاور میرزا، آهنگی پدرم قربان علی نادیروف. خب حالا پیشنهاد میکنید برای ما، بفرمایید. مرحمت. تاجیکستان میهنی من، خانه آبادی من، بختی من دنیای من، ای دولتی آزادی من، بختی من دنیای من، ای دولتی آزادی من. در سرای ما گیری، افتخار از سروره کی شهرتش دنیا گیری، جای خشم و جای کینه در دلی بیداری ما، عشق ما در مهر خواهر یادی دادر جاگیری، عشق مادر مهری خواهر یادی دادر جاگیری. تاجیکستان شکر گویم، شکر استقلال تو، زنده ماند بختی من در پرتو اقبال تو، دیدیم ای تاجیکستان صبح و دم معجزه است، از درختی
وقتی سرخ میوه در کفی اطفال تو از درختی سرخ میوه در کفی اطفال تو تاجیکستان میهنی من خانه ای آباد من وقتی من دنیای من ای دولتی آزادی من وقتی من دنیای من ای دولتی آزادی من میخواستم از فعالیت جوانان بخش فرهنگ حرف زنیم. امروز چگونه جوانان را به بخش فرهنگ جلب نمودید؟ برای فعالیت آنها، برای پیشبرد کار آنها چه چاره‌ها اندیشیده شده ایستاده است؟ طوری که اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی محترم علی رحمان همیشه در سخنرانی‌هایشان تاکید می‌نمایند جوانان آینده سازان امروز و فردا ملت ما هستند و البته پیشرفت هر کدام ساحه‌ای که در جامعه نباشد از جوانان بالیوقت، از جوانانی که واقعا هم دارای کسب خود هستند، دارای ذکاوت خوب هستند، دارای هنر خوب هستند وابستگی دارد و امروز در بخش فرهنگ ناحیه نیز جوانان لیاقتمند خیلی زیاد هستند و کوشش کرده ایستادیم که آینده نیز جوانانی رو که واقعا هم ایجاد میکنند، واقعا هم ایجادکار هستند، واقعا هم صنعت را دوست می‌دارند به این ساحت جلب نماییم. از زمره 30 نفر سالندگانی که در بخش فرهنگ فعالیت میکنند قریب که 25 نفر آنها را جوانان تشکیل میدهند و امروز تکیهگاهی با اعتماد دولت جامعه جوانان هستند و امروز تکیهگاهی همین بخش فرهنگ نیز جوانان بالیوقت باشند. خب جای شما در اگان آزمون‌هایی که امروز مثلا در جمهوری برگزار گردیده ایستاده شرکت ورزیدید؟ بله، من در آزمونی توریستان وطن عزیز من در دوری ناحیوی جای اول رو گرفتم و در دوری منطقوی جای دوم رو حاضر باشد راحت یافتم به دوری جمهوریوی. آفرین. از کدام ترانه چه ترانه پیشنهاد کرده در اونجا؟ ترانه از استادی من وقتی که من در کنسرواتوار ملی توریستان تحصیل میکردم استادی من فیضعلی حسن بود و یک ترانه از استاد فیضعلی حسن با نام تاجیکستان همون رو من از تجربه هایتان گوید آزمون چگونه جریان دارد؟ مثلا باید یک نفر اشتراکچی در آزمون چقدر آمادگی بیند؟ از کدام نازکی ها باید برخوردار باشد؟ چقدری که آمادگی بینی همون قدر برای خودت خوب است. به شما کی کمک میرساند در بخش فرهنگ؟ در بخش فرهنگ استادای بسیار هستند و من کمک میرسونند و در خانه با همراه پدرم با کار میکنیم در یک جایگی. خب چی نقشه دارید؟ حالا چی ترانه دارید که به دور جمهوریوی باید آن رو ببرید؟ حاضر یک سرود، یک شعر است در آهنگ آمادگی دیدی است. مالی پورا نیست، پورا بود شعر نیست. همون را مالی کی است؟ آهنگ است کی است؟ متن است کی است؟ کی انتخاب کرد؟ متن از شاعر خلقی دلاور میرزا است تاجیکستان. همون را آماده دیدیم که در دور جمهوریوی تاجیکستان وطن عزیز من اشتراک کنیم. سالهای قبلی اشتراک داشته؟ بله، سالهای قبلی تا دور جمهوریوی راحت یافتیم و با افتخارنامه سرفراز گردون داشتیم. خب و باور است که در این سال تیاریتون جدی‌تر است از آزمونی سال گذشته، تجربه بیشتر گرفتید. شاید که اون کمبودی و نقصان‌هایی که در سال گذشته از شما سر زده بود این سال اونها برطرف میشه. بله، بسیار کوشش کرده ایستادیم و آمادگی خوب داشتیم که از سال آینده خوبتر و بهتر امید داریم که در دور جمهوریوی اشتراک کنیم. تشکر. حالا باز چه ترانه آوردید به برنامه ما؟ سرود از استادی من خودم استادم فیضعلی حسن، شعر محمد غویب و آهنگ فیضعلی حسن میخوام پیشکش تماشا بینم گردم. بفرمایید. مرحمت.
سرچشمه الهامی و ارمانی من هستی. 100 سال وطن و درد کشم گرچه برآید پیوندی خداوندی و ارمانی من هستی. ای جان وطن و گوشه ایمانی من هستی. سرچشمه الهامی و ارمانی من هستی. 100 سال وطن و درد کشم گرچه برآید پیوندی خداوندی و ارمانی من هستی. وطنم را دوست می‌دارم دوست می‌دارم دوست می‌دارم. وطنم ایمانم جانم. وطنم را دوست می‌دارم دوست می‌دارم دوست می‌دارم. وطنم تاجیکستانم. وطنم را دوست می‌دارم دوست می‌دارم دوست می‌دارم. وطنم ایمانم جانم. وطنم را دوست می‌دارم دوست می‌دارم دوست می‌دارم. وطنم تاجیکستانم. ای جان وطن و تکیه بنه روی تو دارم. با عزم و ثبات پای بکوید بگذارم. سرسبزی و سرجمین خلقی عزیزم. جان و وطن و فرزی وطن دانی شمارم. ای جان وطن و تکیه بنه روی تو دارم. با عزم و ثبات پای بکوید بگذارم. سرسبزی و سرجمین خلقی عزیزم. دانی شمارم. وطنم را دوست می‌دارم دوست می‌دارم دوست می‌دارم. وطنم ایمانم جانم. وطنم را دوست می‌دارم دوست می‌دارم دوست می‌دارم. وطنم تاجیکستانم. وطنم را دوست می‌دارم دوست می‌دارم دوست می‌دارم. وطنم ایمانم جانم. وطنم را دوست می‌دارم دوست می‌دارم دوست می‌دارم. وطنم تاجیکستانم. وطنم تاجیکستانم. وطنم تاجیکستانم. باری دیگر درود عرض میکنیم دوستان ارجمند. به تازگی به برنامه ما یک نفر مهمان دیگر تشریف آوردن از بخش فرهنگ ناحیه رشت، میرزای عزیز که در بخش فرهنگ فعالیت میکنن، همچون نوازنده، همچون آوازخوان. اصلا میرزای عزیز مثلا مکتب موسیقی را نگذاشته است، ولی در این جاده شخصی تصادفی نیست. خطا نکنم شما معماری را خوانید، در رشته معماری تحصیل کردید. در соҳаи санъат бошад ростига ман ай хурдӣ чӣ хел гӯям, вақте ки синфи чорум панҷум ман мехондам, солҳои 66-67 буд. дар мактаб кружоки худфаъолиятӣ буд. дар ҳамон мактаб аъзои кружок то синфи даҳуми кор кардам. синфи даҳ будам, худам бо рубоб менавохтам, мехондам. баъде ки донишҷӯ шудам, дар техникуми бинокории шаҳри душанбе акай Баҳодир Неъматов ҳамҷа роҳбари кружок кор мекард. 6 моҳ дар саи дасти акай Баҳодир мо навозандаи амо ансамбли акай Баҳодир будем. баъди 6 моҳ ба қувваҳои
بگیم مسئله دولت شوروی 2 سال در شهر مسکو خدمت کردم، همون روبا قطعی بودم گذارم. روسو حتی یک کینوی تاجیک فیلمی سرج نستری میشتی بود. روسو دویما منو میگفتن که انا همون سرودی کینو سرج نستری میشتی را که یکی زفر آواز یکی زفر بود، همون را میناختم. حتی روسو همون سرود گوش میکردم. تا جایی که میدونیم با استاد ظفر ناظم نیست، قریب 3 سال کار کرده. با استاد ظفر ناظم باشد بعد عسکری اومدنمون سال 78 79 80 همین جایی که از ما نشستیم فیلارمونی دولت هندوستان همینجا بود. بعد پیش یکی ظفر اومدیم 2 سال 80 ما را امکانیت داد که در بریگاد یکی ظفر 3 سال همچون نوازنده همچون اشتراکچی همون انسامبل کار کردیم. و چه خصلت‌ها چه خاطره‌های جالب دارید از استاد ظفر ناظم؟ از استاد ظفر ناظم اگر خاطره‌های جالب باور که گپ زنیم بی‌پایانن. همین خیلی شخصیتی بود که یکی ظفر خودش همین خیلی بگیم که چی داشت، همین جذبه داشت، باور کنی خداوند امیر داد. وقتی تبسم میکرد ما خیال میکردیم که همین کسر حتی تبسم میکرد، در تبسم همون آدم می جذبه باور داشت. بعد وقتی در تای سخنی همون آدم نشستی اگر 2 ساعت هم که میشتی نمیخواستی که ایتای دهانی آدم با او درجه به قدر معنی میرسید، حرمت میکرد یوشورم با شاگرداشم. راستیگه وقتی من کودک بودم ولی بگیم که سیمفا یک دیده بودم همین خیلی بوده که وقتی که او دوره موسیفیدو اکشری جورای عبدالله نظری ابراهیم کوبلی عبدالله نظری همین رو گوش میکردن. وقتی در همون رادیو توشکا داشتیم وقتی اکای ظفر سر میکرد رحمتی پدر میگو که با شبیه که جورا سر کرد. من اول حافظ نبودم، همین خیلی آواز همین کودکی بود آواز همین اکای ظفر در وجود من شتگی بود. شما با شعرهای اپای زمرد نیست کم کم آهنگ میمونید؟ البته با شعرهای معلمه هم آهنگ هم داریم کار میکنیم. خب میشود یکی اش رو البته میشود برای چی؟ بفرمایید مرحمت. مکانی بود بلونی چمنی تو میهنی شاعر و نشین سخنی تو میهنی شاعر و نشین سخنی چون سم برای و چون آب زلال چون سم برای و چون آب زلال قیمت زی همه هستی ای دنیا با منی قیمت زی همه هستی ای دنیا با منی. شکر زیاد، خسته نباشه. امروز چی دستاویز دیگری به برنامه فضا آورده؟ با برنامه شما با 2 شعر و سرودی نو آمدگیم، آهنگای نو، سرودهای نو. مالی خودت است؟ مالی آهنگاش مالی خودمانه، شعراش البته که دیگر شخصان. خب یک تا در باره استقلالیت جمهوری تاجیکستان، یک تا دیگه با در باره همین دوستی و کدامش را حاضر پیشنهاد میکنید؟ حاضر هم استقلالیت البته. خب بفرمایید مرحمت. از میانی ملک کوهستان از دلی دریای پرتویان از فضای طبیعتی زیبا با هزاران شاه جان افزا از فضای طبیعتی زیبا با هزاران شاه جان افزا استقلال می آید دولت و اقبال می آید از درون قلب پاکی ما جان به استقبال می
جهانی کائناتی دور از سمای اخترانی نور هر نسیمی سرزی بوی با نوایی بلبلی خوشگو هر نسیمی سرزی بوی با نوایی بلبلی خوشگوی فیض استقلال می آید دولت و اقبال می آید از درون قلبی پاکی ما جنب استقبال می آید از درون قلبی پاکی ما جنب استقبال می آید صد هزاران شکری این دولت صد هزاران شکری امنیت صد هزاران باد مبارک باد روز استقلال به این ملت صد هزاران باد مبارک باد روز استقلال به این ملت فیض استقلال می آید دولت و اقبال می آید از درون قلبی پاکی ما جنب استقبال می آید از درون قلبی پاکی ما جنب استقبال می آید جنب استقبال می آید. تشکر زیاد. خستگی از خوابتان دور با دوستان ارجمند. برنامه فضا است و یادآور میشویم که در برنامه امروزه فضا حضور دارند هنرمندان بخش فرهنگی ناحیه رشت که با ترانه‌های دلنشینشان به برنامه ما حسن دیگر بخشیدند و اینجا همچنین رهبر بخش فرهنگی ناحیه رشت زمرد لایق و حضور دارند که در برابر فعالیت پرثمر رهبری همچنین شعر نیز ایجاد میکنند. خب باز چه شعرهایی دارید که امروز میخواهید بهر بیننده ما در آخر برنامه قرائت کنید؟ تشکر زیاد. در ژانر غزل و دو بیتی نیز کار کرده ایستادم و حالا میخواستم که بلیاز میخواستم که برای تماشابینان یک غزل و یک چند دو بیتی خود را قرائت کرده باشم. شب هجران ما با یاد او میل سحر دارد، حدیث عشق کمتر گو که یار از این خبر دارد. گرم بر کوی مشتاقان گذار خاطرش افتد، ملال نیست نخل ناامیدی ها ثمر دارد. وجود خسته ما را دیگر تاب و توان نیست، هر آن کس ترک این سودا نکرد شوره بسر دارد. من و شبهای تار و فرقت جانان چی میپرسی، بسا شام فراق صحبت یاران سحر دارد. صفات عشق چندان گو که شرحش محتسب داند، خوشا پیمان نوش رندی که چشمی تر دارد. صبا از ما پیام بحر جانان میرسان باره، که این آوارگان عشق را آواره تر دارد. حرفی که فرو ریخت اگر از قلم ما، فردا به ترازو بکشند بیش و کمی ما. در آتش ما سوختر و خشک به یک آن، دردا که نپرسند از این کهنه غم ما. در راه وفا از دل پروانه گذشتیم، در راه وفا از دل پروانه گذشتیم. یک مژده دیدار نشد از صنم ما. در سایه دیوار قناعت بیزی ای جان،
در خور حساب است همین پیرهن ما. بر کوی مراد گوچی توان زود رسیدن، افزوده رقیبان برهن در شکن ما. زمرد چو شوم خاک به فردای قیامت، چون گرد بخیزد دود غم از کفن ما. آفرین، خسته نباشید. بار دیگر شما را خوش آمدید میگیم به برنامه فضا، به شهر دوشنبه، و همیشه همین گونه زیبا، همین گونه پر از انرژی، پر از عشق بمانید و همیشه با همین گونه ترانه های دلنشین دل مردم را شاد گردونید. بار دیگر خوش آمدید میگیم به کل کارمندان بخش فرهنگ، به گروه مطربان که واقعا هم حضور آنها برنامه ما را دگرگون کرد و هر یکی آنها ارزش احسن هستند، ارزش آفرین هستند. خسته نباشید. واقعا هم شما هستید که موسیقی باز هم زیباتر می شود، ترانه باز هم دلنشین تر می شود و به دل مردم را می یابد. و اینجا دوستان عزیز، ما به فرجام برنامه فضا در رسیدیم. یک روزی خوشی داشتیم با شما، یک برنامه خوشی را با شما سپری کردیم و باور داریم که این برنامه به شما نیز پسند آمد و در آخر باز یک ترانه دلنشین پیشنهاد شما می شود. سرو من هستی، تو چشم وطن هستی، از گنج و گوهر بالا تو چشم وطن هستی، از گنج و گوهر بالا تو چشم وطن هستی. عالی های شرم هستی، یک دختری غرم هستی، ای دلبری رشتانی تو تاج سرم هستی، ای دلبری رشتانی تو تاج سرم هستی. زلفانی بری روید، چشم و لب و ابروید، زیبنده ای در دنیا، بای موی ها و گسوید، عالی های شرم هستی، یک دختری غرم هستی، ای دلبری رشتانی تو تاج سرم هستی، ای دلبری رشتانی تو تاج سرم هستی. سیادی ازل برخاست، قدت چون علی هرم، خالیدی یکه گفتا، این هدیه به تو از ماست، عالی های شرم هستی، یک دختری غرم هستی، ای دلبری رشتانی تو تاج سرم هستی، ای
ده دلبری رشتونی تو تاج سرم هستی ده دلبری رشتونی تو تاج سرم هستی